اما باز سوال های دیگر داده اند که میگویند چگونه صحبت تاجیکی کردن رو به ما تعلیم بدید. بارک الله فیکم. مثلا در مسئله تعلیم گرفتن زبان تاجیکی باید انسان ادبیات تاجیک یا ادبیات فارس تاجیک را تعلیم بگیرد، خوب خواند و از ادبیات باخبر باشد، خصوصا کسانی که در راه الله سبحانه و تعالی دعوتگر هستند یا که خواهش دعوت کردن به سوی توحید و ایمان را دارند، باید نطق خوبی هر یک زبانی که به اون دعوت میکنند نطقش را داشته باشند. نطق خوب و فهم و ادبیات این زبان را داشته باشند. چرا که علما میگویند همان کسی که به سوی دین الله دعوتگر می شود چندین شرط ها دارد. اولین شرط علم، حکمت، شرط دیگرش این نطق این مهمترین شرط دعوت است تا که مردم فهمند که چی سخن میکنید و چی را میخواهید به اونها بفهمانید. پس بارک الله فیکم، از ادبیات تاجیکی با خبر شدن و از سخنهای که معنیش نامعلوم است دور شدن و زبان تاجیکی را به زبان روسی و ازبکی آمیخته نکردن، این یک راه نمودی تعلیم گرفتنی زبان است و این چنین گوش کردنی سخنها و امر معروفها انسان را انشاءالله به نطق و این چنین دعا کردن و از الله سبحانه و تعالی طلبیدن به شما کمک خواهد کرد.